بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله گفتن و طعام خوردن با دستی راست. روایت است که عمر ابن ابو سلمه رضی الله عنه گفت هنگام طفولیت در تربیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودم و سببش آن بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با مادر وی که ام سلمه است ازدواج نموده بودند. هنگام طعام خوردن با هر گوشه و کنار کاسه دست می انداختم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایم گفتند ای پسر، بسم الله بگو، با دست راست خود بخور و از نزدیکی خود بخور. از آن وقت به بعد تا اکنون طعام خوردنم با همان طریقه شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هدایت نمودند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.